در سنن ابو داود از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شما فردا روز قیامت دعوت کرده میشوید با نامهایتان و نامهای پدرهایتان، پس البته که نامهای خود را نیکو بگذارید. و همین خاطر خواستم که فردا روز قیامت بنده با نام عبدالله ابن محمد شریف دعوت کرده شوم. از همه شما احترامانه خواهش میکنم که از این جانب نام مرا نه اینکه سنگین یعنی سنگی مراد، بلکه عبدالله نام بگیرید، یعنی بنده الله. چه خوش مبارک نام است عبدالله. بنده میخواهم از این دم عبدالله نامم شود، شهد این نام مبارک قند در کامم شود. از تو میخواهم عزیزم عبدالله نامم ببر. من دعاگوی شمایم از ره خوف و خطر. خواهشی برادرانه سخنی ما در زمین نماند. السلام علیکم و رحمت الله. محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، یا رسول الله.